سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. به ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین و من خیلی خوشحالم. به خاطر چی؟ اول ویدیو دیدین فکر کنم. دوربین جدید گرفتم و آنباکسشو گذاشتم. الانم اولین ویدیوییه که دارم میگیرم و اصلا نمیدونم، هیچ ایده‌ای ندارم که الان تصویرم چقدر خوبه، باید چی کارش کنم، صدام چجوریه، اصلا دارم خیلی بلند حرف میزنم تو میکروفون یا نه، ولی خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. و اینجا هم گوش دستم دارم خودم رو نگاه میکنم که ببینم دقیقا دارم چی کار میکنم و خیلی خوشحالم چون این دوربینه رو خیلی وقت بود میخواستم و حتی چند ماه پیش عکسش رو گذاشته بودم روی صفحه گوشیم. اینجا یکم رفتین عقب، اینجاست و خیلی خوشحالم که الان دارمش. اجازه بدید یکم تصویر رو زوم کنم. بله الانم آماده شدم که برم بیرون، دوستم ببینم وای چقدر هیجان زدم دارم باهاش ویدیو میگیرم، اصلا خیلی حس خوبیه. دارم میرم بیرون ببینیم تو فضای بیرون چجوریه، صدا چجوریه تو فضای بیرون و اینکه خیلی خوشحالم. آره این به هم ریختگی اطراف منو لطفاً نادیده بگیرید. فقط میخواستم شروع کنم باهاش ویدیو گرفتم ببینم چه جوریه. گذاشتمش در یک جایی که اصلا اونقدر نور هم خوب نیست ولی خیلی دوست دارم. خیلی حس خوب و هیجان انگیزیه، حس عجیبیه که میکروفون تو دستمه. بذارید ببینم. خب دوستان 20 دقیقه دیگه میرسه و منم یه 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه حرکت میکنم که برم کافه. به ما با این بستی عزیزم کلن یه کافه، نه که همیشه بریم اینجاها ولی یه دونه ثابت داریم همیشه میریم اونجا چون نزدیک به من. و آره خلاصه هم هیجان زدم که دوربینمو الان دارم و دارم باهاش ویدیو میگیرم، خیلی خوبه اصلا اینجوریه. و هیجان زدم که میخوام دوست نازنین قشنگ و گوگولی و همه چی تمومم ببینم. بستی نازنینم داره میاد. خیلی خوشحالم روزایی که اونو میبینم، خیلی خوشحالم، خیلی 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 زیاد و خیلی حس عجیبیه. گوشیم کجاست؟ اون یکی یه چیز داره وایسین الان میاد. خیلی جالبه که الان میتونم این همه از شما دور بشم و باهاتون صحبت کنم. میبینی؟ خب بیام. خیلی حس باحالی دارم که قراره کلی ویدیوی خوب و قشنگ و نازنازی و اینا با هم بگیریم با این دوربین جدید. امیدوارم که این یک شروع خیلی 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 خوب باشه واسمون. و همین دیگه، ماچ بهتون که منو نگاه میکنید. از اول ویدیو هم بهتون بگم که لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و یادتون نره واسم کامنت بذارین چون که خیلی خوشحال میشم و خیلی بهم انگیزه میده که بتونم ادامه بدم که هی ویدیوهای بیشتری بسازم. 100 بار گفتم خیلی خوشحالم، واقعا هستم. آخه چیکار کنم؟ این دوربین رو 2 آبان گرفتم جمعه و موقعی که اومد نمیدونستم که باید کارت حافظه‌ام داشته باشه. بعد تا کارت حافظه رو شب سفارش دادم و که فردا شبش دوباره بهم رسید، تا الان وقت نکرده بودم که ویدیو بگیرم. بعد نمیدونستم که، یعنی اون روزی که دستم رسید خیلی هیجان زده بودم و واقعا هم هیجان زیادی داشتم، ولی الان که دارم باهاش ویدیو میگیرم و این میکروفون رو داره و اصلا این خودشو که میبینم قربونت برم ذوق میکنه. خیلی هیجان زدم کرد، نمیدونستم اینقدر میتونه هیجان زدم کنه و خیلی خیلی دوستش دارم. اینه یه تمرین الان دماغ میشم. ما سفارشمون رو نمیدونم چیه ولی این مرغ، این گوشته میکروفون روشن نبود، ناراحت شدم. هلو، فکر کنم توی هر یه دونه ولاگ من توی گل فروشی هم اومدم گلدون بگیرم. امالی منی گلدون
اونم مریض شده، یعنی گل قارچ گرفته. قارچ کش میخوام، خاک میخوام با گلدون که اینا رو اومدم بگیرم و کلی گل خوشگل اینجا هست. مامان و مادر بزرگم هستن. پنجشنبه است و سلام از پنجشنبه. رفته بودیم بازار گل دیگه. اینکه من یاد نمیرم این بازار گله کلا چند بار رفتم، ولی هر چند باری که رفتم هی روزایی بوده که ویدیو گرفتم و فکر کنم خیلی تو ولاگا دیدین که هی من رفتم بازار گل اومدم. الان رفته بودم گلدون بگیرم، یه گلدون سفید ساده 2 تا و خاک و قارچ کش، چون که یکی از گیاهام احتیاج به قارچ کش داره. بعد گفتم تا مامانم و مادر بزرگم پیشمن واسم گلدون عوض کنن، چون که اونا خیلی خوب بلدن. خیلی مادر بزرگ خودش در واقع یک گلخونه داره توی خونش، انقدر که گیاهای مختلف و خوشگل و سر و حال و سرزنده‌ای داره. دیگه چی؟ دیگه هنوز این دوربینه الان خیلی هنوز اشادت ندارم و خیلی برام جدیده این میکروفون و دوربین و اینا. اونقدر خوب نمیتونم ویدیو بگیرم ولی دارم تلاشم میکنم که بتونم ویدیوهای خوبی باهاش بگیرم، چون خیلی میشه ویدیوهای خوشگلی باهاش گرفت، ولی باید قلقش دستت باشه و بلد باشی که چی کار کنی. حالا منم میرم تو یوتیوب نگاه میکنم که ببینم که مثلا چیکار کنم، این چیه اون چیه، اینا تقریبا فهمیدم، ولی یه کوچولو زمان بره که اینکه تجربی خودت یاد بگیری چیکار کنی خیلی مهمتره. بعد انقدر خوشم میاد اینجوری دنبالت انگاری که یکی اونور مثلا هستش داره حتی ویدیو میگیره. بعد اصلا یه چیز خوبه دیگه که هست اینه که میتونم آروم صحبت کنم و توی میکروفون و صدام بیرون نره ولی صدام خیلی واضح به شما برسه. یه کوچولو مامان استراحت کنم، قراره که بریم خرید سوپرمارکتی و خرید خونه کنم، شما رو هم میبرم. بعدش هم میخوایم بریم تجریش، خرید لباس مردونه. سلام از روز جدید. ساعت 6 عصره و طی یک اتفاق نادر نشستم که کارهای دانشگاهم و درسامو انجام بدم. خیلی عقبم و هیچ جای غیبت کردن، هیچ جای تنبلی کردن دیگه ندارم. قشنگ از کوپن هایی که داشتم حتی بیشتر استفاده کردم و دیگه اصلا نه جای غیبت دارم نه جای تنبلی. نشستم که کارهای درس هندسه نوروشم رو انجام بدم. یکی از کارها رو چند روز پیش انجام دادم، اینه، ولی خب هنوز مونده یه جاهاییش باید کامل بشه و برم یه رنگ بگیرم. یکی دیگه هم اینه.
چون که ترش ریزه یه کوچولو زمان میبره، این ریزه کاری داره دیگه. بعد خود این که بخوام چه رنگی استفاده کنم، رنگ ساختنم برام میذاره زمان میبره. ولی چیزی که میخوام استفاده کنم یک سری رنگ مثلا سبز و قرمز و ایناست. حالا امیدوارم خوب بشه. با گواشم میخوام کار کنم. قبلش هم حمام بودم، موامم فرفری شدن، یکم عادت ندارم بهشون وقتی که اینجوری فر میشن و اینا. و آره اینا انجام بدم ببینم به کجا میرسیم. امیدوارم که بتونم امشب تمومش کنم، بعدم بلنشیم مثل کار دیگه اگر زمان رسید انجام بدیم. ولی حتما اینو بعد امشب انجام بدم که فردا با خودم ببرم سر کلاس. دارم مرزای تر رو مشخص میکنم و کوچولو چون ریزه و تو همه کم قاطی میشه. خسته شدم ولی انجامش میدم. بعد میرم یه چیزی میخورم و میام. دورگیریامو انجام دادم، اومدم که یکم غذا بخورم که کار رنگش میدونم طول میکشه، برم بعدش سراغ کار رنگم و اینا. دست مامانم هم درد نکنه واقعا که این غذا رو درست کرد، چون که الان گشنه میموندم و من حوصله نداشتم بلنشم غذا درست کنم. وقتی دارم کار میکنم اینجوری میخوام تمرکز کنم واقعا دیگه، اینکه بخوام وقت اینکه بخوام غذا درست کنم و اینا رو ندارم. باید یه روز توی هفته غذا درست کنم واسه 4-5 روزم که حالا این کار رو انجام میدم انشالله. و چون غذای بیرونم اونجوری بهم لذت نمیده، مخصوصا وقتی میرم دانشگاه میخوام غذا بگیرم اونجوری بهم لذت نمیده. اینم غذام، یکم ماست بکشم بخورم بیام. یه چیزی بگم، انقدر بدم میاد از صدای غذا خوردن، یعنی دست خودم نیستا، وقتی یه کسی صدا دهنش میاد مثلا داره ویدیو میگیره غذا میخوره یا مثلا جفتم نشسته صدا غذا خوره، انقدر روی مغز من، اصلا مغزم درد میگیره، دلم میخواد خفش کنم. نمیدونم، این مثل اینکه همه این شکلی نیستن، چون برای بقیه من غیر نرمالم وقتی که صدا دهنشون میاد و من اینقدر عصبی میشم، در حدی که مثلا من خیلی وقتا تو خونه که بودم پیش بقیه نمیشستم غذا بخورم، از روی میز بلند میشدم میرفتم مثلا تو اتاقم یا میذاشتم غذاشون تموم بشه بعد من میمدم بخورم. حالا الان شاید اومد داشتم ویدیو نگاه کردم که دختره داشت صحبت میکرد و بعد شروع کرد به غذا خوردن، انقدر اعصابمو خورد کرد که نتونستم نگاه کنم، زدم رفت. الان واسم یادم گفتم بهتون بگم برم غذامو بخورم و بیام. میکنم چشام در تار میبینه و ساعت 10 خودم شوکه شدم ساعت رو دیدم و اینقدر از کار جلو رفته. بیارم جلو ببینید
شاید به نظر کم بیاد یا به نظر آسون بیاد، ولی واقعا اینکه نمیدونی قراره چی کار کنی و نمیدونی قراره مثلا کدوم تیکه رو چه رنگ کنی و باید چی کار کنی، یک کوچولو خودش زمان بره فکر کردم بهش. بعد واقعا مغزم درد میگیره که مثلا الان باید این ور رو باید چی کار کنم و دارم از یک رنگ استفاده میکنم. حالا یه جاییشو دارم سایه میدم، ولی خب ساعت 10 شد، باید تموم بشه، باید تمومش کنم. اگه تمومش نکنم واقعا نمیدونم. امیدوارم حداقل همه اون سبزیاشو بتونم پر کنم بزنم. بالاخره تموم شد و ساعت 11 شب. چشم داره در میاد واقعا و اینم نتیجه نهایی. همین دیگه، من برم بخوابم که فردا باید ساعت 5 صبح بیدار شم و واقعا نمیبینم، یعنی قشنگ دارم تار میبینم. از شما اینجا خدافظی میکنم و توی ولاگ بعدی میبینمتون.